خدا لعنت کنه، چون ایرونی نیستن اینها. میتونم میشه لعنت. خدا لعنت، خدا نبخشد کسی رو که دوربینو گذاشت رو موبایل. خدا نبخشد کسی که اینستاگرام رو اختراع کرد. زندگی بشر نابود شد. با فضای مجازی، با تکنولوژی زندگی بشر از بین رفت. قدیم این حجم توهین، این حجم تحقیر، این حجم فحش، این حجم عصبانیت و این حجم خشم درونی نبود. جوونا راحت‌تر زندگی می‌کردن، محترم‌تر بود زندگی هامون. الان اون روسریش میره عقب، تمام ایران راجبش حرف میزنن، اون عروسی میکنه، اون طلاق میگیره، اون امروز تیپ امروز صورتی پوش خانم ایکس تو در جشن فلان، من باید ببینم اینو. و بعد میری زیرش 100,000 تا نظر، چقدر بهش میاد، چقدر بهش نمیاد، خاک تو سرت کنم، کاش اینجوری بود، این که پریروز زنگ گرفت، اون که پریروز فلان شد، این که اون موقع زندگی خصوصی معنی داشت، اون موقع روابط اجتماعی حرمت داشت، اون موقع زندگی زناشویی حرمت داشت، اون موقع هر چی. آخه با تو با من و محیطو صبح عکس میگیری میذاری، چرا؟ از چیز بهتری نداری ارائه بدی به مردم؟ چیز مهمتری وجود نداره در مملکت ما که راجبش حرف بزنی و یه چیزی بگی لااقل به درد یکی بخوره؟ به خدا این روزها، این ساعتها، این ماهایی که صرف این ماجرا داره میشه، این برق داره میگذره و چشم باز کنید 60 سالتونه. یه جوری باید ببینیم اصلا به چی داریم مصرف میشیم و چقدر ارزش داره این ماجرا.